سلام همه دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو. تو این ویدیو اومدم براتون یه وی پی ان خوب بذارم که بتونید با راحت با پینگ بسیار خوب بازی کنید. که لحظه گوش هم بریم تستش کنیم و ببینیم پینگش اول چجوریه، بعد برای شما بذاریم. خب ببینید پینگش تقریبا رو 140. البته اگه نتتون ضعیف باشه رو 140 50. بیشتر موقع واسه من 90 اینطور است. 90 120 اینطور بیشتر پینگ. و اینکه بریم بهتون آموزش رو بدم که چیری وصلش کنید که اینجوری سرعت نتتون خوب بشه. خب اول از همه کدی که من براتون داخل کانال تلگرامم قرار میدم و میرید کپی میکنید. البته تو کانال تلگرام فکر نکنم قرارش بدم، تو چیز قرارش میدم، اسمش چیه، تو این استار این پیام بدید واسهتون میفرستم. اول این برنامه رو میریزید از گوگل پلی، سعی کنید بهتون نشون بدم. این برنامه همین سفیده رو که ریختید واردش میشید. این مثبت سمت راست بالا رو میزنید، اینجا گزینه دومی import config for clip ندارم چی، اینو میزنید. واسهتون یه سرور به این اسم میاره، رو این میزنید و اینو میزنید. من بیشتر سرور رو تست کردم، از هر کی رفتم یه سرور خریدم و ببینم سروراشون چجوریه، ببینم بی‌نهایت دارن که واسه شما بذارم یا نه. بعد از که انجام دادید بازی رو میبندید یه بار، بعد وارد بازی میشید. ببینیم پینگ الان بازی چجوریه. خب صبر کنید ببینیم میاد یا نمیاد. خب ببینید وقتی که اینجوری میکنه باید یه بار دیگه بیایید وصلش کنید. البته من فکر کنم پایینیه رو اشتباه زدم، نمیدونم، به خاطر همین رو بالایی میزنم. یه بار دیگه بالایی یه بار دیگه واردش میشم. اگه نشد که کدش رو واسه تو این اسامی بغلا میاد، یا تو دیسکریپشن هم هستش، میتونید اونجا برید بردارید و بزنید ببینید خودتون امتحان کنید. چون من وسط ویدیو هم قابلیت ویدیو وقتی روشن میشه اینترنت اوکی درست شد. اینترنت یکم ضعیف میشه وقتی قابلیت ویدیو روشن میکنم، بخاطر همین نمیاره درست. خب دوستان عزیز الان که آورد میزنید تاچ میکنید تو صفحه، بلدید. ما بزنیم ترینینگ که اجازه بده ببینید پینگو تست. خب ما بریم ترینینگ، صبر کنید ببینیم پینگ چند میده. میبینید که پینگ روی 110 113 108 107 98 95 90. میبینید که پینگ خیلی پینگ خوبیه و اینکه صبر کنید بریم یه تستم بزنیم. اوکی تمام. صدای این چم کنم. میتونید الان درست ببینید که چقدر نت تغییر کرده و میشه راحت بازی کرد. و من چند وقت بازی نکردم، خیلی نوب شدم، خیلی نوب شدم. بات هم نمیتونیم بزنیم. این بود دیگه، این بود از این ویدیو. شما میتونید برید از کانال تلگرامی که ما تو دیسکریپشن هست بریزید دیگه، بریزید جوینم برید مرامیه، سابسکرایب هم کنید دیگه. نمیدونم باز من نتم قطع شد سر ویدیو. تا دیدار بعد، بدرود.